سلام به شما همراهان همیشگی کانال حکم عشق. این بار با قسمت 5 قصه گندم و مهیار در خدمت شما هستیم. هوف کلافه‌ای کشیدم و از جام بلند شدم. در حالی که زیر لب سر عسل و این مهمونی بی‌موقعش غرغر می‌کردم به سمت اتاقم رفتم. 2 ساعتی برای انجام کارام وقت داشتم. تصمیم گرفتم که یه دوش بگیرم، چون اصولاً حموم کردن من 2 ساعت طول می‌کشید. بعد از برداشتن حولم وارد حموم شدم و شروع کردم به خوندن آهنگ مورد علاقم. هی این پا و اون پا می‌کنی، بد با دلم تا می‌کنی، تو خودت نمی‌دونی با من چی کارا میکنی. همونجوری غرق آواز خوندن زیر دوش بودم که یهو چند ضربه به در خورد. از ترس جیغ فرابنفشی کشیدم که صدای مامانم رو از پشت در شنیدم. ای زهر مار، دیوونه، بیا این گوشی تو جواب بده. خودشو پرپر کرد. با صدایی که سعی میکردم به دلیل وجود صدای دوش آب بلند باشه تا به گوش مامانم برسه گفتم کی داره زنگ میزنه؟ به نظرت کیه که 24 بهت زنگ میزنه؟ مهیار دیگه، مهیاری که به اسم عسل سیوش کردی. با یادآوری اینکه شماره مهیار رو به اسم عسل لاو تو گوشیم سیو کرده بودم زدم زیر خنده. در حمومو باز کردم تا موبایلم رو از مامانم بگیرم. قبل از اینکه قطع بشه جواب بدم. هلو مستر کاظمیان، هلو میسیس صادقی، بچه تو چرا جواب نمیدی؟ دیگه داشتم نگرانت میشدم. با حرص گفتم اولا که بچه خودتی، دوما من الان حمومم، اگه اجازه بدی به بقیه کارام برسم. حموم بودی؟ پس بعد موقع زنگ زدم. اوکی فعلا. بوسی براش فرستادم و گفتم قربونت، خداحافظ. در حموم باز کردم و موبایلم رو بلند پرت کردم که خوشبختانه دقیق روی تختم فرود اومد. در حموم رو بستم و سریع به ادامه کارم مشغول شدم. بعد از یه دوش حدوداً نیم ساعته از حموم خارج شدم. میدونستم که مهیار فقط برای احوالپرسی بهم زنگ زده. برای همین دوباره بهش زنگ نزدم و شروع کردم به انجام کارام. لباسی که واسه مهمونی امروز در نظر گرفته بودم یه پیراهن دخترانه ساده بود که از قسمت بالای زانوی پای سمت چپش یه چاک میخورد و تا انتهای لباس ادامه داشت. جلوی آینه نشستم و بعد از خشک کردن موهام آرایش کردن رو شروع کردم. اهل آرایش زیاد نبودم و از طرف دیگه مهیارم از آرایش غلیظ خوشش نمیومد. یک کرم پود به پوستم زدم و بعد خط چشم نازکی پشت پلکام کشیدم. موجهام به اندازه کافی بلند بود. بعدم برای پایان بخشیدن به کارام رژ لب قرمز مات اما پررنگی روی لبای قلوه‌ایم کشیدم. آرایش مشکی رنگ چشام تضاد خیلی خوشگلی با رژ لب قرمز رنگم برقرار کرده بود. لاکام تقریبا همرنگ رژ لبم بود و ترکیب رنگ بامزه‌ای رو با لباس مشکیم تشکیل میداد. یه گردنبند خیلی خوشحالم که مهیار برام خریده بود و من خیلی دوستش دارم رو به گردن بستم. طرح خاصی نداشتن، خیلی ساده ولی شیک بود. دستم رو روی تک مروارید سفید درخشانی که داشت کشیدم که باعث شد خاطره خیلی خوبی واسم تجدید خاطره بشه. فلش بک. امروز اولین تولدی بود که بعد از ورود مهیار به زندگیم برگزار می شد. طبق خواسته خودش بعد از کلی کلنجار رفتن با خانوادم موفق شده بودم که راضیشون کنم اجازه بدن روز تولدم رو با مهیار بیرون باشم و تولد خانوادگی رو برای یه روز دیگه در نظر بگیرن. البته که به بابام گفته بودم که با عسل میرم بیرون. ساعت حدوداً 7 شب بود که گوشیم تک زنگی خورد و این یعنی مهیار جلوی در منتظر منه. بدو از اتاق بیرون اومدم. از پلا پایین رفتم و خداحافظی سرسری با مامان و بابام کردم و از خونه خارج شدم. از حیاطمون گذشتم و در ورودی خونه رو باز کردم. به مهیار گفته بودم که یکم اونورتر از خونه ما وایسته تا یه وقت بابام از داستان ما باخبر نشه. چش کردم که بالاخره مهیار رو پیدا کردم. به سمتش پا تند کردم. مهیارم با دیدن من دستاشو برای بغل گرفتن من باز کرد. بی توجه به اینکه توی کوچه ایستاده بودیم و هر لحظه ممکن بود یکی ما رو ببینه. پریدم بغلش و سرم رو روی شونه‌هاش قرار دادم. دستام رو دور کمرش حلقه کردم که متقابلا دستاشو دور کمرم پیچید. بعد از چند ثانیه که توی آغوش مردونش گم شده بودم صدای بم و جذابش توی گوشم پیچید. تولدت مبارک خوشگلم. با اینکه یک تبریک کوچولو بود ولی برای من از 100 تا تولدت مبارک پر آب و تاب شیرین‌تر و لذت بخش‌تر بود. بعد از اینکه ازش تشکر کردم از بغلش بیرون اومدم و روی گونه‌شو بوسیدم. اونم سری دستمو گرفت و به سمت جایی هدایتم کرد.
مهیار جای خاصی مد نظرته؟ آره راستش میخواستم بریم بام. نظرت؟ آره خیلی خوبه. ببین من از بابام اجازه گرفتم امروز به جای ساعت 9 تا ساعت 12 بیرون باشیم. یعنی حالا وقت داریم. میای یه ذره اول پیاده بریم؟ اگه تو دوست داری چرا که نه؟ لبخندی زد که متقابلا لبخندی تحویلش دادم و با هم به راهمون ادامه دادیم. حال این گردبند رو همون شب توی بام تهران به عنوان هدیه روز تولدم بهم داد. همیشه هر جا که میرفتم مینداختمش. نمیدونم شاید چون همیشه حس خوبی بهم میداد انقدر دوستش داشتم. از میز آرایشم فاصله گرفتم، به سمت کمدم رفت تا مانتو و شال مشکی رنگم رو بردارم و بپوشم که همون موقع گوشیم زنگ خورد. با خیال اینکه دوباره مهیار زنگ زده بدون اینکه اسم رو توی گوشیم بخونم جواب دادم که صدای عصبی عسل توی گوشم پیچید. الهی بگم چی نشی. آخه بیشور، مگه من نگفتم تو باید اول از همه اینجا باشی؟ سلام بی تربیت. سلام و زهر مار. جوابمون بده. چرا؟ خب من الان دارم راه میافتم، بیام دیگه. خانمو نگاه، تازه الان میخواد راه بیفته. میخوام 100 سال سیا نیای. اصلا چته تو؟ خب حالا 2 دقیقه این ور اون ور چه فرقی میکنه؟ با صدایی که 99% هرس بود گفت فرقش اینه که من میخواستم با توی خر تنها باشم، در صورتی که الان مهمونا رسیدن. تا انتشار ویدیو بعد، خدا نگهدار.